به نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان و هواداران شبکه قرآن دستورالعمل انسان، خوش آمدید میگم. همه آنهایی که این لحظه ها شب زنده داری میکنند، این لحظه ها یک جای با شبکه ما قرار دارد. بهترین شب ها است و الله کند که عبادت ما و شما را، ما با امید هستیم که عبادت ما و شما را در بهترین شب ها قبول کند. و برنامه امروزه را با ترجمه معنای آیت سوره انعام آیت 90 آغاز میکنم. در معنای آن چنین آمده است: اینها یعنی پیامبران کسانی هستند که الله هدایتشان کرده است، پس بر رویش آنها ای پیامبر اقتدا کن. بگو به مشرکان در برابر دعوت خود هیچ پاداشی از شما نمی‌طلبم. این کتاب یعنی قرآن جز پند برای مردم جهان نیست. و امروز نیز ما و شما درباره آیات‌های قرآن کریم صحبت میکنیم. درباره شب قدر صحبت خواهیم کرد و همچنین به بعض سوالها از استادان پاسخ میگیریم. و در قسمت دیگری سخنهایم از سوره نحل آیت 43 یادرس میشوم و بعد از آن مهمانان را برای شما معرفی میکنم. معنایش چنین است: و نفرستادیم پیش از تو ای رسول مگر پیامبرانی را که وحی فرستادیم به سویشان از مردان بشریت بودند، نه فرشتگان. و اگر خود نمیدانید ای مشرکان، یعنی خطاب به مشرکان قریش، پس از علمای اهل کتاب بپرسید که آیا پیامبران بشر بودند؟ سوال. و امروز تماشابینان عزیز، ما و شما به بعض سوالها چون جواب آن را خود ما اگر کافتوکاو کنیم، جستجو کنیم، طولانی می شود. از این را ما یک پل گردیدیم بین اهل علم و بین شما تماشابینان عادی که این لحظه ما را تماشا میکنید. و از این خاطر هر جایی که اگر انسان یا آن نفر مهمان برنامه ما اگر به خطا راه دادند، یا و خود ما به خطا راه دادیم، یا ما از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دور شدیم و یا ما یگان آیت قرآن را خطا گفتیم یا خطا کردیم چون آدمی هستیم، سخن ما را یکسو گذارید، اهمیت ندهید و آن چیزی که قولی پرقوتی که از قرآن و از سنت است آن را پیگیری کنید. و این بود سرآغاز و من این لحظه ها مهمانان برنامه را شناس میکنم و شما استاد محمد علی قربان خوش آمدید. و همچنین استاد گرامی عطاالله منانی نیز این لحظه ها در شبکه ما در افیری مستقیم ما قرار دارند. و عطاالله منانی ختم کرده یکی از دانشگاه های مصر عرب هستند و محمد علی قربان ختم کرده دانشگاه ریاض هستند، شهر ریاض هستند و اهل علم هستند. یعنی امروز به بعضی سوال هایی که ما و شما داریم، به سوال های ما آنها انشاءالله که پاسخ میگویند. و خوش آمدید یک بار دیگر میگویم همه شما را به برنامه ما. و خوش باشید، سلامت باشید. و در واقع امروز یک حالت شد و بیاید صحبتمان را سر آغاز میگویم که آزادتر میکنیم و ما و شما با هم انشاءالله که یک صحبت آماده میکنیم و این صحبت خواهد بود انشاءالله. و یک نکته را من پیش از آغاز گفته میگذارم در موردی به قدری ان همین مسجد رسیدن، چون امروز یک نواری تماشا کردم. نوار از ترکیه بود و
آنهایی که خواستند اعتکاف نشینند آنها را از داخل مسجد بیرون کردند و حتی پلیس ها نیز در بیرون دست به گریبان هستند با مردم. یعنی ببینید که چند سال قبل ذره هم از همین گونه رفتارها، کردارها حتی بویی نبود و انسان ها آن وقت به قدری مسجد و به قدری اعتکاف نشستن و به قدری همین نعمتی که الله برای ما داده است نمی رسیدند و امروز باشد همه تلاش میکنند تا به مسجد روند، اما در این مسجد محکم در بعضی منطقه ها میخواهند اعتکاف نشینند اما نمیمانند اعتکاف نشینند. یعنی یک سبب پیدا شده، سبب ناچیزی که همه را خب از همون نعمتی که الله داده بود از آن محروم گردانیده است و این باعث نگرانی است. این باعث ما باید که یک اندیشه کنیم بعد از این که ما داشتیم به قدرش نرسیدیم و امروز زندگی را نیز، حیات را نیز ما داریم. ببینید این یک چرا حیات را ما و شما امروز داریم اما بعد از آن که میمیریم چی سوال و چی جواب میشویم. و نظر خودتان را در همین باره میگفتید که تا صحبت میکردیم و بعد از آن به موضوع اعتکاف گذاریم و بعد از آن سوالهای تماشابینانی که این واسه با ما قرار دارند. مرحمت. استاد محمد علی، نظر شما. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا جديد. آمین یا رب العالمین. ببخشید صدای شما خیلی پست است. بسیار پست است. نباشم بیایید ما با استاد عطاالله منانی صحبت میکنیم و یک نقص دارد چیزی شما، تکنیکای شما بفکرم. بله شما رو میشنویم، صدای شما رو میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. که اکمل و اینچنین استاد و نفرانی که این لحظه های مبارک ما رو میشنوند، دعا میکنیم که الله حق سبحانه و تعالی این لحظه ها را از ما و شما قبول کند. این لحظه ها بسیار لحظه های پرقیمت است. خب البته هر یکی ما و شما معلوم است این چقدر قدر دارد این لحظه ها و چنانه که شما گفتید همون نواری که شما تماشا کردید منم مشاهده کردم، همون نوار دیدم. خب اونجا سبب دارد میگویند، چی میگویند، نابسته از سبب ها یا از چی ها، آن چیزی که ما و شما چنانه که شما اشاره کردید عبرت میگیریم از همون نوار گوییم. این سخن ها رو برادر عزیز من چندین سال ها پیشتر هم برای دوستان، برای هر نشست هایی که میشتیم یگان صحبت ها میشد، یگان چی ها میشد، میگفتم در قرآن یک آیت هست الله میگوید که و ما قدر الله حق قدره. الله بنی اسرائیل را و امتان پیشین را وصف کرده، میگوید که آنها الله را، پروردگارشان را حقیقتا قدر نکردند. الله از بین بت پرستان و از بین مشرکان و چیزا بنی اسرائیل به پیامبر فرستاده بود، چقدر پیامبران زیاد فرستاده بود، با واسطه وحی و با واسطه همین چیزها خودش را معرفی کرده، شناسانده بود، اما آنها این نعمت را قدر نکردند میگوید الله. پس من آنها را بردم و به جای آنها یک قومی را آوردم که یحبونهم و یحبونه. آنها الله را بسیار دوست می‌دارند و الله اینچنین آنها را دوست می‌دارد. قدر نعمت باید
در همون لحظه باید قدر کنیم برادران. هر نفری که تصور کنید سبحان الله امروز نفرها میکوبند، مسجد میکوبند، یک لحظه یک شب اعتکاف شینم گفته، اما نیست متاسفانه. یا سال گذشته بینید وبا بود دیگر، این چیزها یک بهانه شد، یک چیزی شد که یعنی ما محروم ماندیم از همون چیز، محروم شدیم. این قاعده، این قانون الهی است که انسان وقت نعمت را قدر نمی کند الله از همون چیز محروم می کند. انسانه در همه چیز همین است و نشود که ما و شما مثل نعوذ بالله بنی اسرائیل، چنانه که الله گفت گشاد و روشن، وقتی قدر نکردند الله آنها را از همون نعمت محروم کرد. ما هم این بسیار برای همینم رمضان پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که بینیش خاک‌آلود بود کسی که رمضان بیاید و گناهان او مغفرت نشود و او از جمله محروم بنده های، یعنی رمضان میگذرد، من گذشت دهه آخر به برادران یک روزای به شمار ماند، چه خیلی که الله میگوید ایام معدودات. خداش گفتگی است که در قرآن بعدی که میگوید من فرض گردانیدم رمضان را، روزه گرفتنش را، این روزها معدودات به شمار است، روزهای به شمار تیز گذشته می رود و کسی که این روزها را قدر میکند، این نعمت ها را قدر میکند، انشاءالله که از جمله بنده های میگردد که هم در این دنیا و هم در آخرت از جمله بنده های میشد که یک توشی خوب به دست آوردند و سربلند شدند و سعادتمند شدند. بله، دعا میکنیم که الله عبادتی هر یکی ما و شما را قبول گرداند در این ماه مبارک و در بهترین شبها. و بیایید اکنون تا آمدن استاد محمد علی ما آغاز میکنیم و من فکرم استاد محمد علی هم وارد شدن، یعنی حال اگر کامیراشون رو گیران کنن من پیوست میکنم. باشه. خب استاد کامیراتون رو اگر پیوست میکردید تا که متوانیم. خب بله، ما استاد من میخواستم در موردی داشته باشم استاد محمد علی. اعتکاف نشستن خود چی معنا دارد و چی است؟ کمی روشنی می انداختید درباره اعتکاف. بسم الله و الصلاة و السلام علی اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما نافعا وجعلنا هداة مهتدين. اعتکاف به معنای گوشه‌نشینی در لغت، اما در شریعت لازم گرفتن مسجد، نشستن در یک مسجد به نیت عبادت و نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی می باشد. یعنی مسلمان حقیقی و به الله سبحانه و تعالی که طول سال از پی کار و بار و عبادت پروردگار بود و در این بهترین ماه شریف رمضان و در بهترین شبهای دهه آخر رمضان همه کار و بار دنیا را ترک می کند، در بهترین پارچه زمین مسجد باید و 10 شبانه روز را در این مسجد به طاعت و عبادت خدا و شکر نعمت‌های او سپری می کند. و این اعتکاف یکی از سنت‌های مؤکده که پیغمبرمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می باشد و بسیار فضیلت یاد هم دارد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اعتکاف می نشستند و پس خدا صلی الله علیه و سلم همسران او و یاران او به اعتکاف نشستند تا به حال مسلمانان ادامه می دهند. برای همین اعتکاف نشسته را یکی از فقهای ما و شما بسیار مثال زیبای بیان می کند. می گوید اعتکاف نشسته، شخصی اعتکاف نشسته به مانندی همان انسانی هست که به در پادشاه رفته است
و در پادشاه را لازم گرفته است و میگوید که تا را برآورده نکنی این در تو را ترک نخواهم کرد. میگوید اعتکاف نشستن است خانه خدا را، خانه پادشاه پادشاهان را، خانه آفریدگار عالم را، خانه ای که جهانی هستی به امر او به وجود آمده است، خانه این پروردگار بزرگ و عظیم را لازم گرفته است و به طاعت و عبادت مشغول است و مقصدهای خود را، آرمانهای خود را از الله سبحانه و تعالی طلب دارد که مرتبه های بلند جنت نصیب شود، طلب دارد که از آتش دوزخ بزرگترین خطر که در پیش و پیش انسانیت ایستاده است او را الله سبحانه و تعالی نجات بدهد و زندگی درست و بهترین را الله سبحانه و تعالی طبق فرموده اش که او آفریدگار است و او راهنمای است موافق دینش نصیبش بگرداند. و این چنین که ما در این حیات 4 روزه زندگی داریم، مشکلات داریم، حاجت ها داریم، مانع ها داریم، مصیبت ها هست و غیره فشارها هست، طلب میکند که پروردگارا این مانع ها و مشکلات را برطرف بکن. آرمان و اهداف ها در این روزهای اعتکاف خود از خداوند رسیدن به آرمان های نیک و خوش را طلب می نماید. استاد گرامی، قاعده اعتکاف نشستن را کوتاه، فقط اگر کوتاه‌تر گفته میگذاشتیم چگونه است؟ یعنی که وقتی که اعتکاف می نشینند شب تا صبح در مسجد، یا اینکه 10 روز پوره در مسجد و نزدیکی شدن با همسر و همسران در همین موضوع فقط اگر کوتاه‌تر گفته میگذاشتید. و پیش از آن که شما آغاز کنید من به تماشابینان، آنهایی که ما را در فیسبوک و در یوتیوب تماشا میکنند در 2 شبکه یوتیوبی و همچنین ادنا کلاسنیک فیسبوک، شما میتوانید سوالهای خودتان را در شبکه یوتیوبی قرآن دستور عمل انسان در زیر چت نوشته کنید و استادان اینجا به سوالهای شما جواب میگویند. قسمت اولی برنامه ما اعتکاف است و قسمت دیگر درباره شب قدر و انشالله به سوالهای شما استادانی که در برنامه ما اشتراک میکنند جواب خواهند گفت. و خب استاد محمد علی، یک بار دیگر تکرار میکنم درباره قاعده های اعتکاف نشستن، یعنی چگونه باید انسان در اعتکاف نشسته باشد، یعنی شب تا سحر یا اینکه هم شب و هم روز، و چقدر از همسران دوری جستن و منظور چی است دوری جستن از همسران؟ انا همین رو نیست کوتاه میفهماندید. سلامت باشید اکمل جان، بسیار سوالی به مورد و این سوال شما هم یکی از بخش موضوعهای بود که یعنی من آمادگی دیده بودم موضوع مهم صحبت کنم. آفرین. البته اعتکاف نشستن یعنی سنت مؤکده کفایی از یک محله، وقتا که اگر کسی اعتکاف نشیند ترک این سنت میشود، مردم گناهگار میشوند. اگر از محله ما 1 نفر اعتکاف بشیند این سنت زیبا و مبارک اسلام به جا می آید و گناه از مردم برداشته می شود و اجر و خیر و برکات نصیبمان می گردد. الها مسجدهای ما را از اعتکاف نشستگان، از دعای خیر کنندگان در حق خود و جامعه و آید هیچگاه خالی نکند و خداوند بزرگ این اعتکاف را نصیبمان بگرداند. اعتکاف یعنی 3 نمود اعتکاف است، یعنی تا این که کسی توانست این را به جا بیارد. اعتکاف یکم سنت مؤکده 10 شبانه روز آخری ماه شریف رمضان که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم این اعتکاف را نشستند و به مردم تعلیم دادند. دوم نمود اعتکافی که واجب است. اعتکافی واجب همان است که انسان نذر میکند و بر خود اعتکاف را واجب میگرداند. مثلا میگوید که اگر خداوند از چنین بلا و آفت مرا خلاص بکند 10 شبانه روز، 20 شبانه روز یا 1 ماه اعتکاف می نشینم. وقتی که الله سبحانه و تعالی این برادر یا خواهر ما را از این مشکلات رهانید، برگردن او واجب می شود که نذر کرده بود همان روزهای معین 10 روز، 5 روز، 20 یا 1 ماه بشیند و با روزه بشیند. اعتکافی که نذر کرده شد هم اعتکاف میشیند انسان، هم با او روزه میدارد.
سیوم نمود اعتکاف نافله است و هرگاهی که میتواند انسان اعتکاف میشیند این نافله را و مقدار و وقتی او هم یعنی به مقدار امکان انسان است. مثلا اعتکاف نافله را مثال بیاریم، مثلا ما و شما به مسجد داخل شدیم، 1 ساعت وقت خالگی داریم، 1 ساعت اعتکاف را در این مسجد نیت میکنیم و 1 ساعت ما ذکر میگوییم، دعا میکنیم یا خسته هستیم بسیار کم استراحت میکنیم. همین 1 ساعت در نامه اعمال ما و شما ثواب اعتکاف نافله نوشته می شود. برای همین در بعضی مسجدها وقتی که وارد می شدم در بعضی کشورهای عربی در مسجد نوشته شده بود نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، نیت اعتکاف کردم تا وقتی که در این مسجد هستم. یعنی به همین خاطر دوستان و برادران عزیز، هرگاهی که شما به مسجد می درآیید برای نماز گزاریدن یا برای ذکر یا منتظر نماز هستید، شما پیش از در آمدن نیت اعتکاف میکنید، ثواب شما باز هم زیادتر و بسیارتر میگردد. خیلی خوب گفته گذاشتید. بله، این هم جزئی از سوال شما بود. اعتکاف مردها در مسجد است. مردها در مسجد اعتکاف می نشینند، خصوصا در مسجدی که 5 وقت نماز در او با جماعت گزاریده می شود. و زنها باشند در خانه هایشان اعتکاف می نشینند، خصوصا در خانه که سترپناهتر و خانه که او را آماده کرده اند برای نمازگزاری و طاعت و عبادت خود. برای همین در کتاب ها می گویند زن اعتکاف می شیند در خانه که او را جای نمازگزاری و مسجد خود قرار داده است. خب سوالی دیگه استاد گرامی، مسئله اعتکاف نشسته اگر هم بستری با همسرش بکند، اعتکاف فاسد می شود. اعتکاف فاسد می شود و او را قضایش را می دارد. برای همین وقتی که شخصی که اعتکاف می شیند یعنی همخوابگی با همسر بر او منع است و این چنین به ضرورت از مسجد اعتکاف نشسته بیرون نمی شود. مثلا ما در مسجد اعتکاف نشستیم، به ضرورت از مسجد برآمدن حق نداریم. برای چی برای ما جایز است که از مسجد بیایید روشن‌تر کنیم همین را استاد گرامی قدر روشن‌تر کنیم، یعنی که 10 روز پی هم از مسجد بیرون نمی شوند یا اینکه همان روزی که نیت اعتکاف کردند همان روز؟ سلامت باشید. اگر اعتکاف 10 روز این کامل ترین اعتکاف است، اما انسانی هست که ضرورت ها دارد، یعنی بعض کارها دارد یا از جای کار فرض میکنیم او را جواب داده نمی شود. این طور برادران می توانند که از صبح تا به شام اعتکاف میشینند یا 1 شبانه روز یا 5 شبانه روز. در همان مدتی که نیت اعتکاف کردن 1 شبانه روز بود یا 2 شبانه روز بود، در همون حالت برآمدن درست نیست استاد. و چیزی دیگر، وقتی که اگر آدم اعتکاف را نیت کرد 1 روز یا 1 شبانه روز یا زیادتر از آن، در همین مدت از مسجد بیهوده بیرون نمی شود. در مسجد به عبادت، به طاعت و عبادت، ذکر، تلاوت قرآن مشغول می شود، طلب علم و تعلیم آن. و تنها جایز است برای انسان از مسجد برآمدن برای طهارت کردن، یا اگر مثلا غسل لازم شد غسل کردن، یا مثلا طعام نآمد، یعنی کسی نبود متاسفانه که برای این دوستی اعتکاف نشسته ما طعام بیارد تا این یعنی به عبادت خود بیشتر و خوبتر مشغول شود، همان نزدیکترین جا برآمده طعام یا نانی که ضرور است برای سحر خوراک کردن یا افطار کردن همان را میگیرد و به مسجد برمیگردد، اعتکاف خود را دوام میدهد. و مسئله دیگر، بعضی دوستان ما اعتکاف میشینند در مسجدی که در آنجا 5 وقت نماز به جماعت گزاریده می شود، اما نماز جمعه خوانده نمی شود. پس برای این چنین برادران جایز است که پیش از نماز جمعه همان چند دقیقه وقتی که رفته جمعه را کاملا دریافت میکنند و در میابند، جایز است که بروند در یک مسجد نماز جمعه را بخوانند و بعد از آن باز دوباره زود به مسجدی که در او اعتکاف نشسته بودند برگردند. و یک خلاصه میکنیم. خلاصه اعتکاف 10 شبانه این کامل ترین اعتکاف است. اگر این میسر نشد برای انسان، ما می توانیم که یک چند نفر را در محله یعنی تأکید بکنیم، آنها را کمک بکنیم، تشویق و ترغیب بکنیم اعتکاف بشینند
تا این سنت زیبا در ثواب آن ما و شما شریک شویم و تشکیل کننده کار خیر مثل کننده کار خیر ثواب میگیرد. برای همین اگر نتوان بشینید تشکیل کننده باشید، کمک کننده باشید. دیگر مسئله انسان 10 شبانه روز نتوانست، میتواند که روز یعنی که از صبح تا شام بشیند. از صبح تا شام در کار است نمیتواند، میتواند که شب تا صبحدم بشیند، یعنی شب را به تنهایی اعتکاف نشسته میتواند. چند شبی که امکانیت دارد. و اگر هیچ متاسفانه این هم به وقوع نپیوست ساعتها برود در مسجد اعتکاف نافله بشیند در این ماه مبارک. و چون رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشگی تا وقتی که از دنیا وفات کردند اعتکاف می نشستند و در حدیث آمده است و چون معنایش چنین بود که از عایشه رضی الله عنها نقل شده است که بعد از آن که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردند زنها اعتکاف نشستند و شما نیز پیشتر گفته گذاشتید که زنها نیز می توانند اعتکاف نشینند. و سوال اینجا برمی آید اگر زن اعتکاف نشیند و شوهرش در اعتکاف نباشد و شوهرش حاجت داشته باشد، در این حالت چی می شود؟ درست، اگر امکانیت باشد، یعنی ما در یک زمانی آخر دنیا قرار داریم، اگر شوهرش حاجت و احتیاج به همسرش داشته باشد، همسرش می تواند که با عقل و با حکمت با یک اسلوب زیبا او را بفهماند که اگر شما اجازت بدهید امکانیت باشد من اعتکاف خود را بود بکنم. اگر شوهر راضی شد اجازت داد بسیار خوب، هم اعتکاف را به جا می آورد و پس باز به خدمت شوهر می پردازد. اما اگر اجازت نداد و یعنی بگوییم که قاطعانه طلب کرد، زن در این حالت شوهر را اطاعت می کند و خدمت او را به جا می آورد، بعد از آن باز به اعتکاف خود دوام می دهد. تشکر زیاد. الله از شما راضی باشد استاد گرامی قدر. به نهایت مفصل و به نهایت خوب شما گفته گذاشتید و من اینجا چند سوال دیگر به استاد گرامی که در علاقه ما در استودیوی ما هستند به عطاالله منانی دارم و انشالله اگر باز سوال پیدا شود شما در استودیو که باشید باز به سوالهای تماشابین که اگر خواستند یگان سوال در موضوع اعتکاف پیدا کردن انشالله به سوال جواب خواهیم گفت انشالله. تشکر زیاد برای شما استاد گرامی قدر و باری دیگر خوش آمدید میگویم عطاالله منانی را، برادر عزیزی ما را. غیر از آن که شما استاد ما هستید، ما شما را برادرانه دوست می‌داریم و شما برادری ما هستید، برادری مؤمن ما هستید و از این خاطر گفتیم صحبت ما صحبت آزاد است، یعنی آزاد صحبت میکنیم ان شاء الله. و در موضوع شب قدر و میگفتید که شب قدر برای چی شب قدر گفته می شود و چی شب از شب قدر؟ ما چند روز پیش این موضوع رو پیگیری کرده بودیم، اما این موضوعی که امروز ما و شما باید مطرح کنیم و کوتاه در موضوع شب قدر میگفتید و بعد از اون اینجا سوال ها الکی پیدا شدن، به سوال ها جواب میدیم ان شاء الله. خوب مالش. بسم الله الرحمن الرحیم. شب قدر چنانه که برای ما و شما معلوم است از آیات های قرآن کریم الله سبحانه و تعالی میگوید انا انزلناه فی لیلة القدر و در آیت سوره خطا نکنم دخان بود آیت 3 و 4 الله میگوید انا انزلناه فی لیلة مبارکه. ما قرآن را در شب قدر فرود آوردیم، نازل کردیم. شب قدر همین معنای قدر وقتی اهل تفسیر شرح میدهند میگویند برای چی قدر نامیده شده است. بدو معنا میگویند. یکیش چنانه که آمده است در روایت ها این به معنایی که تقدیر یک سالینه بشریت نوشته می شود. برای همین از همین سبب قدر نامیده شده است. و دویمش معنای همون قدر و قیمتی که در تاجیکی میگوییم، یعنی قدر دارد،
یعنی با قدر قرآن، با نازل شوی قرآن این شب بسیار قدرش بلند شد و این از جهتی معناش بود. از جهتی شب قدر در کدام روز است؟ شب قدر البته شک نیست که در ماه شریف رمضان است و در کدام شب ماه رمضان بودگیش اهل علم چنانه که در حدیث های صحیح آمده است، در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند تحروا لیلة القدر فی العشر الاخر، شما شب قدر را در ده آخر رمضان جستجو کنید. میگویم پیامبر صلی الله علیه و سلم فی العشر الاواخر من رمضان. در بعض روایت ها شب‌های طاقش و شب‌های ویتر میگوید در زبان عربی. ویتر به معنای طاق، یعنی شب طاقش جستجو کنید، شب 21 شب 23 همین شبی که ما در همان قرار داریم در همینش. و بعضی علمای متأخرین یعنی دیر آمده علما از اجتهاد کرده شب 27 گفتند، لیکن در یگان حدیث صحیح نآمده است که شب 27 گفته. فقط اجتهاد بعضی از اهل علم است که شب 27 میگویند. اما حتی حکمت اما علمایی که در حدیث دهه آخر گفته است، پیامبر صلی الله علیه و آله گفته هستند، میگویند که الله مخصوص همین شب را در دهه آخر ماند که برای چی؟ تا اینکه وقتی اولی رمضان می‌دراید انسان خیلی یک نشاط، یک حرکت، یک وی چی که دی قبول میکند و ماه شریف رمضان پیشواز گرفته، لیکن رفته انسان کمتر ملال میبید و کمتر در طاعت ها در عبادت ها ممکن ضعیف میشن. از همین سبب میگویند که دهه آخر بماند که الله تا اینکه آخر به ما با یک وی قوه نیروی دیگر که با یک ایمان زیاد کردی تا آخر همین ماه خوش رو با طاعت و عبادت گذرانیم گفته. و شبش هم حتی معلوم نکرد که تا اینکه هر شب ما همین شبهای آخر دعا کنیم و صدقاً از الله پرسیم که الله مایه همین شب قدر مناسب بیند و موفق گرداند. برای همین این نسبتی چیش بود؟ نسبتی کدام روز بودنش. بله، چون سوال‌ها در همین مسئله نیز خیلی زیاد شدند کدام روز و ما الحمدلله الکی نوکک شما جواب گفتید و بیایید اینجا به سوال‌ها میپردازیم چون سوال‌ها زیاد میآیند. اینجا پرسیدن در مسجد تراویح میگذاریم 8 رکعت، بعد تراویح امام ویتر را هم میخواند، آیا وقتی خانه آمدن باز نماز علاوگی گذاریم میشود؟ اولا سنت این که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که در حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اجعلوا آخر صلاتکم ویترا، آخران نماز خود را نماز ویتر، نماز طاق کنید، یعنی نماز ویتر آخرین نماز شما باشد. این موافق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب اما چنانه که در سوال آمده است، یک برادر جد نماز میخواند و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کسی که مسجد با امام نماز ویتر را خوانده میبراید ثواب قیام اللیل، ثواب همون شب نماز خواندن نوشته میشود. برای همین انسان ویتر هم وقتی که میخواند در گشت خانهش میبیاد، میتواند که انسان باز نمازهای تهجد خواند، چنانه که عایشه رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که عایشه پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز خواندند، بعد از آن ویتر خواندند و بعد از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم باز 2 رکعت نماز نفل خواندند، نماز شب خواندند. از این معلوم میشود که پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی اینچنین بعد از ویتر باز نماز خواندند. و از این خلاصه میکنیم که آن برادر میتونه، لیکن حدیث اول با آخرین نماز ویتر گفتند که گفته مبادا باری دیگر ویتر خواندنش نادرست است، چنانه که در حدیث باز یک حدیث صحیح دیگر روایت شده است. طلق ابن علی
از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لا ویتران فی اللیل، در یک شب دو ویتر نخوانید. نیست است در یک شب لا ویتران فی اللیل، در یک شب دو ویتر، دو مراتب ویتر خوانده نمی شود. و این بود خلاصه جواب برای برادر. بله، یعنی که میتوانند که الواتن باز نماز الوگی، یعنی نماز تهجد، چون باز از بعضی معلومات های دیگر آمده رسیده است که معنای آن حدیث از عایشه رضی الله عنها نقل کردند، گفتند که آن روزهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تراویح می‌خواندند، یعنی که تهجد نمی‌خواندند. برای همین بعضی موضوع ها دیگر زیر هم میپیچد. از این خاطر اما حدیثی که شما حاضر آوردید از روی آن نماز الوگی بعد از خواندن نماز تاق نیست، نماز ویتر نیست، یعنی که کردند، در سنت است. همین خیلی درست فهمیدم شما؟ بله، در صحیح مسلم آمده است و روایتی از عایشه رضی الله عنها. اما چنانه که در آغاز اشاره کردیم، سنت این است که نماز ویتر از همه آخر، یعنی سحر، و حتی پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث آمده است که میگویند اذا خشیت الصبح، اگر نماز بامداد در آمده نشد، ترسی اگر، یعنی نماز بامداد نزدیک شد، فاوتر، پس در ویتر خوان، نماز ویتر تا خوانده گیر میگویند. یعنی از این حدیث ما میگیریم که نماز ویتر قریب نزدیکی به نماز بامداد است، از همه وقتی بهترینش. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خواب میکردند، پس میخواستند نماز میخواندند، پس ویتر میخواندند. و حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که پیش از یعنی نماز ویتر خوان و خواب را، از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است. بعضی اهل علم شرح میدهند که نفرانی که خوابشون سخت بود و سحر خیستن به مشکلی میکشتن، برای همه ها پیامبر تاکید کردن که ویترت خوانده گیر پیش از آنی که خواب روی، خواب کنی. این مخصوصی برای نفرهایی بود که خوابشون سخت‌تر بود. تشکر زیاد، الله شما راضی باشد. اینجا یک سوال دیگر اومده است از تماشابین ما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک سوال دارم. اگر شب آدم احتمال جنوب شد، یعنی احتلام شود، بله، شرایط غسل کردن در سحر نیست، میتوانم نمازهایم را طهارت کرده خوانم؟ ما در غریبی هستیم، شرایط غسل کردن در سحر ها نیست، حمام داریم، تنها شبانه آن حمام درشق شده می شود، نوشتند. الله برادران غریبی ما حفظ کند و الله همیشه بر طاعت و عبادت خودش کمک کند آنها را. و ماشاءالله این برادر وقتی که سوال میدهند، معلوم که دلالت به ایمانشان میکند، دین، برای دینشان حریص، برای دین فهمیدن احکام شریعت. ببینید که در غریبی هستند، گفته احکام شریعت را میپرسند، جستجو میکنند و این نشانه ایمانشان هست. انشاءالله دعا میکنیم که الله ایمانشان را همیشه مستحکم گرداند و همیشه استوار و پایدار گرداند بر دینش. و جواب بر سوالشان این است که طهارت نمیکنند وقتی که انسان آب نمییابد. فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. الله میگوید که در سوره مائده اگر شما آب نیافتید، شما با خاک پاک تیمم کنید. برادر وقتی جنوب میشد، احتلام میشد، احتلام که شد، یعنی طهارتی در کتاب ها میگن که طهارتی معده شکست، طهارتی کلان شکست. این انسان طهارتی کلانش شکست، طهارتی معده کردن به دیگر حاجت نیست وقتی طهارتی کلانش شکست. برای همین برای دور کردن طهارتی کلانش تیمم میکند و نمازشان رو میخواند انشالله. و وقتی که آب دسترس شد غسل کرده بعد ادامه میدهند. خب تشکر زیاد. اینجا استاد گرامی سوال آمده است، درباره نماز تسبیح روشنی می انداختید، پرسیدند ابو قاسم، و اگر کدام از شما گفتنی باشد درباره نماز تسبیح. بله، درباره نماز تسبیح یک حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و آله،
حسن میگویند یا حسن لغیره. هم خیلی حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که شما اگر توانید هر روز، اگر نتوانید در یک هفته یک مرتبه، اگر نتوانید در یک ماه یک مرتبه، اگر نتوانید در یک سال یک مرتبه، اگر نتوانید در عمرتون یک بار یک مرتبه نماز تسبیح خوانید میگویند و طرز خواندنش 2 رکعت نماز میخواند و پیش از بعد پیش از تلاوت قرآن یک عددی معین تسبیح میگوید. بعد از ضم سوره باز پیش از رکوع رفتن عددی معین تسبیح میگوید. همین خیل در رکوع اینچنین، در سجده اینچنین، در تشهد اینچنین تسبیح میخواند. برای همین نامش نماز صلات تسبیح نامیده شده است. این نماز تسبیح است و در کتاب ها یا اینترنت ها همون تسبیح کدام تسبیح بوده ایشه ان شاء الله متنش جستجو میتوانند که جستجو کنند. بله بله. و من یادرس میشوم تماشابینان عزیز، شما برنامه ما رو مستقیم این لحظه ها تماشا میکنید و در چند شبکه های اجتماعی هست و سوال های خودتان را میتوانید در زیر چت نوشته کنید و اگر شما با استاد محمد علی قربان سوال داشته باشید میتوانید نامشان را نوشته کنید و با استاد سوال و یا با عطاالله منانی در استودیوی ما در مهمانی ما قرار دارند، نامشان را نوشته کنید و سوالاتان را انشاءالله با سوالهای شما جواب خواهند گفت. و این لحظه برمیگردیم به اون سوالی که از تماشابین ما آماده رسیده است، روی اکران است، من روی اکران کردم، میخوانم. السلام علیکم، شبتون بخیر باشد. سوالی داشتیم، بگویید عادی کرده فهمانید برای ما مهاجران در روسیه هستیم، درباره فرض‌های اسلام میخواستیم فهمیم، درباره نماز، روزه گرفتن و میدونم که این موضوع خیلی موضوع وسیع است و اگر همین را ما عادی کرده کوتاه کرده جواب میگفتیم فرض‌های اسلام، روزه و نماز. استاد محمد علی قربان من شما رو پیوست میکنم اینجا. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. البته سوال هم بسیار سوال مهم است، زیرا که قدسی آمده است که الله سبحانه و تعالی می فرماید و ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه. و بنده من آنقدر از همه بهتر و خوبتر به من نزدیک می شود به انجام دادن فرضهایم. یعنی الله تعالی می گوید بنده هر چقدر می خواهد خوبتر و بیک شود پس فرضهای مرا انجام بدهد. فرضهای الهی این سپارش و امرهای قاطعانه خداوند است بالای ما و شما بندش. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. الله سبحانه و تعالی در دوام همیشه بنده ام بعد از انجام دادن فرضها، دادن سنتها و نافله ها به من نزدیک می شود حتی که به کرامات الهی مشغول می شود و خداوند در چشم او در پای او بد می دهد که همیشه با کارهای خیر و نیک مشغول می شود. یعنی فرضهای الهی دوستان عزیز 5 گزاریدن، روز ماه شریف رمضان را داشتن، خانه خدا را کردن اگر خداوند با امکانیت داد و زکات مال را هر سال 1 بار برآوردن از پول و مال و تجارتتان. اما زراعت و کشتکار باشد وری میکنید از آن 10 یعنی عشر برآوردن. خب فرضهای الهی این یعنی که عقیده اسلامی را آموختن، همچنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند طلب العلم فریضة علی کل مسلمین. طلب کردن علم شریعت فرض بر همان. علما گفتن این طلب علمی که فرض هست بر هر یک مسلمان، این همان طلب علمی هست که نماز خود را درست میکند، عقیده خود را درست میکند،
اعمال خود را کند و زندگی خود را در چارچوب یعنی درست و خطا جاری می نماید و راهی در این روانه می نماید. این فرض است و این چنین ستر عورت نسبت به مردها و نسبت به زنها و این چنین حلال خوردن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودند در حدیث مبارکشان که خداوند حلال خوردن را بر پیغمبران فرض گردانید و بر عامه مردم فرض گردانید. حتی پیغمبران الهی برسانیدن شریعت و تعلیم و تربیه مردم مشغول بودن، وظیفه اساسی آنها به یگان مزد و معاش این رسانیدن شریعت و تربیت کردن مردم بود. حتی آنها در استثناء وجود ندارد. آنها نیز در برابر پیغمبری باید کسب و کار حلال و پاکیزه داشته باشند که زندگی خود را سپری بکنند. چه جایی که باقی مانده بندگانی که آن مسئولیت سنگین به دوش آنها نیست. بله استاد گرامی، اینجا باز سوال آمده است، بیایید سوال دیگر. من سوال را روی اکران میمونم تا که من سوال ها را انتخاباً میگیرم چون که بعضی سوال ها تکرار شدند و ما جواب گفته ایم. از این رو خب من روی اکران کردم. آیا شب قدر نماز قضایی خوانیم جایز هست؟ سوال کردند. البته در شب قدر می توانند که برادران ما نماز قضایی بگذارند، زیرا که شب قدر شب طاعت و عبادت است. شبی مبارک است که او را انسان به نماز و نمازها را بسیار خوب خواندن، نماز تراویح و بعد از آن نماز تهجد را خواندن و بعد از این هر چقدر که می تواند نماز قضایی بگذارد. و در یک قسم از شب که شب دعا است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم مادر عایشه رضی الله عنها را گفتند که هرگاهی که شب قدر را درک کردی این دعا را بکن: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. پروردگارا تو بسیار بخشنده هستی و بخشیدن را دوست می‌داری، ما را ببخش. و این چنین دعا بکنیم برای زندگی کردن درست، خالی و بیرون از فتنه ها و مصیبت ها، زندگی درستی که از او الله سبحانه و تعالی آفریدگار این عالمی هستی و عطا کننده حیات و زندگی راضی باشد. و دعا بکنیم که خداوند جامعه ما و شما را آباد کند و مستقبل آن را. و این چنین خیر و سخاوت، این همه عمل های خیر. بله، بهترین کارها و بهترین خیری که میکنند و میتوانند در همین شبها، در همین بهترین روزهای ماه رمضان اجرا کنند. و یک سوال دیگر به استاد عطاالله منانی. اینجا من سوال را روی اکران میکنم، اگر جواب میگفتید. در مذهب امام ابو حنیفه نماز تراویح چند رکعت است؟ در اینجا میخوانند 8 رکعت. خواندن ما با اینها درست است یا نه؟ سوال دادند و ستوچنی پرین. فکر میکنم که شاید یا در روسیه باشند یا در اروپا باشند و به سوالشان کوتاه جواب میگفتید. نماز تراویح در نه فقط مذهب امام اعظم ابو حنیفه، در دیگر مذهب ها اینچنین 20 رکعت آمده است. حتی در مذهب امام مالک رحمت الله علیه 36 رکعت آمده است. و خب در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه 8 رکعت آمده است. و چنان که در حدیث صحیح بخاری اینچنین روایت شده است از عایشه رضی الله عنها، پیامبر صلی الله علیه و سلم از عایشه روایت شده است که میگویند ما کان یزید رسول الله صلی الله علیه و سلم فی رمضان و فی غیر رمضان. پیامبر صلی الله علیه و سلم نه در رمضان نه در غیر رمضان از 11 رکعت، یعنی 8 رکعت نماز شب و 3 رکعت نماز وتر زیاد نمیخوندند. گفته همین خیلی روایت ها آمده است. برای همین بعضی از مسجد ها، بعضی از مذهب ها 8 رکعت میخوانند و برای این برادرم باقی نیست که 8 رکعت خوانند. عدد معین را حتمی دانستن در نماز تراویح شرط نیست.
8 رکعت باشد 8 رکعت با امام میخواند، 20 رکعت باشد 20 رکعت میخواند، همش جایز است انشاءالله. خیلی خوب و خیلی خوب، درست جوابی صحیح گفتید، فهما گفتید. الحمدلله. اینجا باز یک سوال دیگر آماده رسیده است، بیایید من اون سوال رو خوانم. خب روی اکران میکنم و خواهش میکردم از شما همانهایی که سوال می نویسید احتراماً خواهش میکردم که درستتر نوشته کنید، چون من روی اکران میبرارم سوال های خودتون رو. شب قدر چی عبادت کنیم؟ من در کار هستم، یا که منظورشان چی خیلی عبادت کنیم؟ من در جای کار هستم. چنانه که استاد گرامی گفتند، اشاره کردند، از عایشه رضی الله عنها روایت شده است که عایشه میگویند که یا رسول الله ارایت این وافقت لیلة القدر فبما ادعو. با پیامبر صلی الله علیه و سلم همسرشان عایشه رضی الله عنها سوال کردند، گفتند که یا رسول الله اگر همین شب قدر رو من درک کنم، همین شب قدر یا یابم، من چی گفته دعا کنم؟ یعنی در این شب یکی از عبادت‌های بزرگترین، یکی از عبادت‌های بهترین و اینچنین آسانترین این دعا کردن است. دعا کردن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک راهنمایی خوب کردن، گفتند که فقولی بگویید که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پروردگار تو بسیار بخشنده هستی، عفو کننده هستی و عفو کردن را دوست می‌داری، بخشیدن را دوست می‌داری، فاعف عنی، پس من بنده گناهکارت را ببخش. اینجا یک سخن دانشمند بزرگ علامه ابن القیم رحمت الله علیه به یادم می آید که ابن القیم میگویند که من هر دری رو، یک چند دری رو جستجو کردم برای نزدیک شدن به الله و در هر در، مقصد از در یعنی طرز عبادت، یعنی نماز و روزه و زکات و غیره و غیره و هاکذا، همه عبادت ها رو دیدم که در همه عبادت ها مزاحم بسیار است، یعنی همون اجرا میکردگی نفرها زیاد هستند. اما یک دری رو دیدم که در وی در کسی نیست، کم است. همون دری انکسار است. میگن انکسار، معنای انکسار یعنی شکستگی است، یعنی شکست دلی است، یعنی انسان خودش رو در نزد پروردگار خوار و ذلیل میگیرد، با گناههایش اعتراف میکند، یعنی یک عبادت دل، یک عبادت قلبش زنده میشد در همین شب. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی شب قدر گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا، کسی که شب زنده داری کند شب قدر را، در دوام حدیث چی است؟ ایمانا و احتسابا، شرط است که نه فقط ما با جسم زنده داری باشیم، ایمانا اشاره به ایمان، یعنی دل ما در همین شب باید زنده باشد. ما گوییم که دیگر از غفلت بیدار شویم. ما همین شب فرق ندارد که تو در کار هستی، در کجایی که هستی، من میتونم که همیشه زنده دل باشم. همین شب در نزد پروردگار، در محضر الهی گویم که پروردگارو ببینید که یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه حتی در بعد نماز یکی از فرضهای الهی رو اجرا میکنیم. ما نماز میخونیم، تصور کنید بعد نماز سلام دادن چی میگوییم؟ همه میدونند استغفر الله میگوییم. یعنی نماز خونده ایستادیم اما باز اعتراف به ضعیفی، اعتراف به گناه خود. در همین شبم وقتی عایشه پرسیدن از پیامبر صلی الله علیه و سلم، این یک اشاره بسیار مهم است که یعنی اعتراف به ضعیفی من اعتراف به گناه هم میکنم، بنده خواه ناخواه گناهکار است همیشه. کی کدام از ما گناه ندارد؟ همه ما. محمد ابن واسع رحمت الله علیه یکی از تابعین بزرگوار میگویند که اگر گناه بوی میداشت، بر بوی بدی من شما طاقت کرده نمیتونستید. تصور کنید تابعین اگر این سخن را گفته باشد، حال ما چی باشد بندگان گناهکار؟ برای همین برادر عزیز، شما در کجایی هستید؟ البته در مسجد بودن این بهترین است، یا در جایی که شما فارغ باشید و با
عبادت خداوند راز و نیاز کنید. اما نوابسته از این، از همه عبادت بزرگ این زنده کردن دل ما و شما و اعتراف کردن به پروردگار که من بنده بسیار گناهکار هستم. چنانه که در حدیث صحیح بخاری آمده است، ابوبکر صدیق رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسند که یا رسول الله به من یک دعا تعلیم دهید، من با چی دعا کنم در نمازم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوبکر صدیق، به کی؟ بهترین امت، آن نفری که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر ایمان ابوبکر در پهلوی یک ترازو گذاشته شود و ایمان امت من در پهلوی دیگر گذاشته شود، ایمان ابوبکر زیادی میکند. برای همین نفر، برای صدیق گفتند که وقتی نماز میخونید در نمازتان دعا کردنی هستید، بگویید که اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. بگو که ای ابوبکر، پروردگارا من برای نفس خود بسیار ظلم کردم، من گناه زیاد دارم و به جز تو دیگر کسی گناه مرا نمی بخشد. فاغفر لی مغفرتا من عندک، تو مرا مغفرت کن با یک رحمت و مغفرت از جانب خود، وارحمنی، مرا رحم کن، فانک انت الغفور الرحیم، تو بسیار غفور هستی، مهربان هستی. و چنانه که در حدیث عایشه گفتیم عفو کردن را، بخشیدن را دوست می‌داری. برای همین برادر عزیز همیشه با دل خود باشید، اعتراف با گناه کنید، خوار و ذلیل گیرید خود را در نزد الله حق سبحانه و تعالی. تشکر زیاد، به نهایت جواب مختصر گفتید. و اینجا سوال آمده است: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر زنی کودک شیرمکان داشته روزه گرفته نتواند، پس میتواند اعتکاف نشیند؟ استاد محمد علی اگر کوتاه جواب میگفتید. البته یعنی اعتکاف، برای اعتکاف نشستن، اعتکاف نافله یا اعتکاف سنت کفایه‌ای که 10 شبانه روز آخری رمضان نشسته می شود، روزه شرط نیست. یعنی این هم از حکمت و عظمت این شریعت است که چگونه ذکر کردید بعضی مادران به خاطر یا سبب حاملگی، یا بعضی ها به سبب بیماری، یا بعضی ها به سبب کودک شیرخواره داشتن که امکانیت روزه گرفتن ندارند، می توانند که اعتکاف بشینند و از فضیلت اعتکاف بهره ور شوند. سپس روزه را بعد کودک یا با قوت گشتن او روزه ماه شریف رمضان را چند روزش را که نتوانستند روزه بگیرند او را قضا می دارند. یعنی منظور این است که اعتکاف نشستن نوابسته از اون که روزه می‌دارند یا نمی‌دارند، یعنی زیادتر عبادت کردن است و فرق ندارد. اگر حتی روزه دار نباشند هم نمازهای نافله و نمازهایشان را زیاد کنند. منظور این است. درست استاد؟ درست و خب دیگر بسیار زیبا اینجا در خواهر بله بفرمایید. بسیار سوالی خوب کرده است که آیا زن اعتکاف نشسته آیا یعنی پسی پرده بودنش در کار است یا نه؟ البته اگر این خواهی ما در جای اعتکاف نشسته است که مردهای گانه گذر میکنند، پسی پرده بودنش افضل و اولا است تا اینکه یعنی که نظری بیگانه به زن نرسد، و یا اینکه مردهای بیگانه نمیگذرد. اما زنهای زیاد هست. این خواهر ما میخواهد که عادت او را یعنی کسی عبادتش بین او و بین پروردگار باشد تا ثواب بیشتر بگیرد، میتواند که این خواهر پرده بکشد. اما اگر که یعنی مردهای بیگانه نیستند و این خواهر ما ایمانش چنان کامل است که اعتکاف بشیند و میخواهد که اعتکاف را به دیگران بیاموزد تا او را ببینند، شوق و هوس آنها به اعتکاف نشستن زیاد بشود، در این حالت بی پرده هم بشیند، باز هم ثواب بیشتر میگیرد که آنها این خواهر عزیز را دیده خدا را و اعتکاف را به یاد میآورند. و علما میگویند یکی از صفتهای دوستان خدا همین است، وقتی که آنها را دیدی را به یادت میآری. بله. خب اینجا تماشابین ها نیست خیلی زیاد پیوست شدن و وقتی ما خیلی کم است و بیایید یک دو سوال دیگر را جواب میگویم و
دیگر انشالله باز روزهای دیگر میمانه برنامه رو، چون سوال ها هم خیلی زیاد شده رفته ایستاده است و من فکر میکنم که نزدیک به سحری می شود در بعضی موضع ها. و اینجا خب بعضی ها دوباره سوال میدین، چون ما در آغاز برنامه گفته گذاشتیم و اون سوال شما میتونید که بعد از صحبت امروزه برنامه رو تماشا کنید. به بعضی سوال های شما تماشابینان گرامی الکی جواب گفته شدند در اولی برنامه. اینجا خب نوشتند که السلام علیکم، شب قدر چندم روز رمضان دریابیم؟ این تکرار است و دوامی آن سوال چنین است. و در غریبی هستم، مسجد نیست، رفته جماعت تراویح خوانم ولی من تنها خودم تراویح میخوانم، قبول میشود؟ استاد عطاالله منانی اگر اینجا باشد کوتاه جواب میگفتیم. بله، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی اول جماعت کردی پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز تراویح خوندن، سپس بعد از اون که ترسیدن که نماز تراویح مبادا بر امتشان فرض نشود و برای مشقت بالای امت نشود، پس در خانهشان تنها خودشان میخوندن. برای همین مادامی که مسجد نیست، مادامی که این برادر تنها در غریبه است و خودش است، تنها است، میتواند نماز تراویح خواند، میتواند نماز شب خواند، نماز تهجد خواند. البته برای چی نمیشد. خیلی خوب. و اصلا نمیخواستم به بعضی سوال هایی که به هر حال بیاید جوابش عادی است و از این خاطر استاد عطاالله منانی من از شما باز خواهش میکردم به همین سوال نیز جواب میگفتید. از شیر علی شریفوف آماده رسیده است: برای چی دیگر دامولاها 8 رکعت خواندن اجازت نمیدهند؟ کدام یک تای شما را گوش کنیم؟ گفته سوال دادند. تراویح را منظورشان در نظر. سوالی که ما جواب دادیم از این پیش، وای برادر گفته بود که من در غریبه هستم، در ممکن روسیه باشند یا خب اروپا باشند و در مسجدی که من نماز میخونم در آنجا 8 رکعت میخوند. ما گفتیم که رو در همون مسجد با امامت، با همون امامی همون مسجد 8 رکعت خوان. ما نگفتیم که تو رو در مثلا مثال در مساجد تاجیکستان رو نماز 20 رکعته 8 رکعت خوان، برو رو نگفتیم. در مسجد مادامی که 20 رکعت باشد 20 رکعت میخونه. در مسجد الحرام، در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله ما اشاره کردیم که 20 رکعت میخونند و حتی گفتیم که امام ابو حنیفه یعنی امام اعظم، امام احمد ابن حنبل، امام ابن مالک ابن انس، امام شافعی هم حتی در روایت ها آمده است که 20 رکعت حتی 36 رکعت. و تاکید کردیم که در این عددها سخت تعصب کرده پایبندی کردن این از روی آداب نیست. همون مسجدی که 8 رکعت میخوند شما نباید رفته با امام جنجال کنید، گویید که ای برادر تو برای چه 8 رکعت خوانده ایستادی؟ مذهبی و همین است. و در حدیث صحیح بخاری آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله 8 رکعت خواندن و باقی نیست که شما عمر رضی الله عنه 20 رکعت خواندن، شما 20 رکعت خوانید، شما 25 رکعت خوانید، 30 رکعت خوانید. برادر عزیز اگر 8 رکعت برای شما چی باشد، شما 40 رکعت خوانید، اما به اخلاص باشد، ایمانا و احتسابا. شرطش من قام رمضان ایمانا و احتسابا. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که برای همون نفر گناهش مغفرت می شود که نماز رمضان را نماز شب خواند، مقصد نماز تراویح خواند، با شرطی از جهت ایمان یعنی صدقاً و احتساباً با نیت اجر و ثواب. یعنی همین چیز فراموش نشود، همین دو شرطی که رسول الله صلی الله علیه و آله گذاشتند. باقی چند رکعت میخونی برادر تو آزاد هستی. بله خوب است، تشکر زیاد. و یک سوال دیگر استاد محمد علی اینجا سوال دادند که زن در حالت نفاس بودن روزه داشتن ممکن است؟ از عبدالله حبیبوف آمده است سوال. سلامت باشید اکمل جان. جواب سوال: زن در حالت در نفاس بودن یا در حالتی در بیماری زنانه ماهانه بودن روزه گرفتن گناه است، روزه نمیگیرد. اگر که از این مدت گذشت پاک شد میتواند روزه میگیرد. حتما فرض است که روزه بگیرد باقی مانده روزها را
و قضای آن روزها را کوشش میکند هرچی بروقتر دیر رمضان سال آینده نآمده قضایش را بدارد. و این بیماری یک یعنی که ماهانه زنانه این یک تقدیرات الهی است که خداوند بر فرزندانی بر دخترانی آدم علیه السلام تقدیر کرده است. برای همین خواهران و اپاهای عزیز ناراحت نباشید و شما نیتی ثواب و عبادت بکنید و به این هم تقدیرات الهی راضی باشید. این هم یک عذاب برای شما خواهد بود. خب یک سوال آخر آن را من میگیرم و بعد از آن خداحافظی میکنیم چون دیگر وقتمون خیلی کم است. روی اکران میکنم سوال را و اگر خواهش میکردم عطاالله منانی شما جواب میگفتید به این سوال. من در کار هستم، نماز خوانده نمیتونم، نماز شب را خوانده نمیتونم در این روزهای پربرکت. اگر ذکر کنم ثواب شب قدر را میگیرم؟ سوال دادند. نه، چون که کمتر پیش گفتیم یک نفر دیگر هم همین مانند به همین سوال در کار هستم گفت چی گفتن این همیشه انما پیامبر صلی الله علیه و آله میگه انما الاعمال بالنیات، همه عمل انسان وابسته به نیتش هست. برادر عزیز، مادامی که شما صاحب عذر هستید، در کار هستید و از پی زندگی هستید، شما با پروردگارتان این شب است که پیوست شدن زمین با آسمان، پیوست شدن قلب شما با الله سبحانه و تعالی. و چنانه که کمی پیش یادرس کردیم، انسان همون دعایی که پیامبر صلی الله علیه و آله به عایشه تعلیم دادن، شما بسیار بگویید که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر با عربی گفته نتوانید، با زبانی که میتوانید، هر آن چیزی که در دل شما هست از قلب شما باید براید. چنانه که از یک اعرابی بادیه نشین روایت شده است، وقتی معاذ ابن جبل رضی الله عنه را میبیند که دعا میکردند، میخواهد همون دعای معاذ را بگوید اما گفته نمیتواند و با یک همون چیزی که لهجه که زبانی که با زبان خودش لهجه خودش یک چیز زمزمه میکند و پیچی راست میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینند و میگویند تو چی دعا کردی؟ بعد میگوید یا رسول الله انی لا احسن دندنتک و دندنت معاذ. آن دعایی که معاذ زمزمه کرد و آن دعایی که شما زمزمه میکنید و با همون دعا میکنید، نیایش میکنید، من آن را نتوانستم، اما من از الله جنت را پرسیدم و از دوزخ دوری را جستم، از الله دعا کردم که الله مرا از جهنم دور کند. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگوید حولهما ندندن، دعاهای مایم اطراف همین آن چیزی که تا دعا کرده اطراف همین است. برای همین برادران آن چیزی که در قلب شما است بگویید در همین شب. الله سبحانه و تعالی چنانه که در حدیث آمده است به آسمان زمین نزول میکند و میپرسد که هل من سائل فاقضی حاجته. یگان نفری هست که صاحب حاجت باشد، یک حاجتش نیازش باشد، نیازش را برآورم. یک نفری هست که دعا میکند، مغفرتش را میپرسد، من مغفرت گناه او را کنم و هاکذا. الله تصور کنید انتظاری نیایش ما میگوید گفته ایستاد است که کنی کدام شما از من میپرسید، من پرسش های شما، نیاز شما، حاجت شما را برآورم. قلب ما و شما است. بله، واقعا خوب گفته گذاشتید. و اینجا من دیگر تمام کردنی بودم، دوباره نوشتند خواهری ما، اینجا خواهر نوشته کردند، سوالشان کوتاه جواب دیم و دیگر جمع بست کنیم. چون نوشتند از سبب مریضی گرده با تیمم میخونم، آیا درست میشود و در هر نماز باید تیمم کردن لازم است؟ کمی شرح دهید. مادامی که اگر طهارت کردن به این خواهر با آب طهارت کردن اگر از جهت سلامتی ضرر باشد، زیان باشد، میتوانند که تیمم کنند. انسان بیمار میتواند تیمم کند و با یک تیمم میتواند چقدر که نماز خواهد میخواند. وقتی که طهارتش میشکند سپس باز تیمم میکند. شرط نیست که در هر نماز تیمم کند. مادامی که طهارتش تیممش هست
نماز میخواند و همون شکننده های طهارت شکننده تیمم است. اگر تیممش شکست گشته تیمم میکند و نمازش را میخواند. تشکر زیاد. الله شما راضی باشد. خیلی خوب و مفصل فهموندید و من باری دیگر تکرار میکنم به تماشابینان ما، به اونهایی که این لحظه ها در شبکه قرآن دستورالعمل انسان قرار دارید، در مهمانی ما لحظه چند با ما یکی از ختم کرده یکی از دانشگاه های مصر عرب و طلای منانی قرار داشتند. شما را خوش آمدید میگویم و همچنین سلامت باشید. ختم کرده شهر ریاض استاد محمد علی قربان نیز در برنامه ما امروز مهمان بودند و به سوالهای شما جواب گفتند. شما را نیز خوش آمدید میگویم و برای شما نیز الله پاداش نیک عطا کند. آباد باشید اکمل جان. خداوند در عمر و کار و برنامه‌های زیبایتان برکت بدهد. آمین. همین برای شما هم. و این خیر و خوش ما برای شاید یک روز باشد یا چند روز، انشاءالله ما باز تصمیم میکنیم و با شما در بهترین شبهای ماه رمضان صحبت ها انشاءالله میکنیم و به سوال های تماشابینان انشاءالله جواب خواهیم گفت. و یک بار دیگر من شما را خوش آمدید میکنم و سربلند باشید. آباد باشید، موفق باشید. و تماشابینان عزیز، برنامه های دیگری ما انشاءالله در پیش است و دوام خواهد یافت. و در آخر نیست من باری دیگر یادرس می شوم ان همون سوره نخل آیت 43 معنای آن را که در اول من یادرس شده بودم و باری دیگر معنایش را می خوانم، چون این لحظه ها ما زیادتر پیوست شدند. چون این آمده است: و نفرستاده ایم پیش از تو ای رسول مگر پیامبرانی را که وحی فرستاده ایم به سویشان از مردان بشریت بودند، نه فرشتگان. و اگر خود نمی دانید ای مشرکان، یعنی مشرکان قریش، پس از علمای اهل کتاب بپرسید که آیا پیامبران بشر بودند؟ سوال است اینجا. و امروز ما تصمیم گرفتیم سوالهای خودمان رو که درماندگی داریم در سوال از اهل علم بپرسیم. و در نهایت باری دیگر من تکرار به تکرار میگویم که ما آدمی هستیم و اگر قولی که از قرآن و سنت است و قول استوار قوی یافتید با آن سخنهایی که ما اینجا گفتیم اهمیت ندهید، آن قول قرآن و قول قوی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیروی کنید و انشاءالله ما این را هرگاه یادرس میشیم و هرگاه میگویم و برنامه های ما را پیگیری کنید انشاءالله. و ما پس از چند لحظه باز برمیگردیم و روزهای دیگر نیست باز کوشش میکنیم برنامه های خودمون رو پیشکشی شما میکنیم و 24 ساعت ترجمه معنای قرآن پیشکشی شما میشود در شبکه قرآن دستورالعمل انسان. و خب خیر است انشاءالله. و به بعض چون ما گفته گذاشتیم اگر در بعضی جا انسان هستیم، آدمی هستیم، به خطای راه داده باشیم، از الله طلب دعا میکنیم که ما را بیامرزد و ببخشد. و باری دیگر تاکید و تکرار میکنیم که اگر اهل علم، برادران ما، استادانی که امروز در برنامه ما اشتراک کردند، اگر کجای آنها نیست شاید از شتاب، شاید برنامه ما مستقیم است و یگان سهو راه داده باشند، خطای راه داده باشند، خب شما چنانکه که ما گفتیم قول درست قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیروی کند. خداحافظی میکنم، با شما خیر و خوش میکنم تا واخوری دیگر در برنامه مستقیم رمضانی. الله هر یکی شما را حفظ کند تا واخوری دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.